اولو تانری نادیل انصاف علی هدایت هستم و برنامه 109 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. ما دیروز یک کتابی در رابطه با ریاضیات میخواستیم معرفی بکنیم، بعد دیدیم که اون رو قبلا معرفی کردیم، رفتیم روی فرض علم عین و علم کفایت صحبت کردیم. یک کتابی رو خوندیم، 2 ساعت هم طول کشید این 2 تا کتاب وقتمون رو گرفت، ولی خب با یک کتاب بسیار جالبی که به نظر من با اصول علمی که امروز هم رایجه کتاب رو شروع کرده. از تعریف مفاهیم کلیدی برای ادراک کتاب آغاز کرده. حالا امروز یک کتاب دیگر رو باز میکنیم به نام علم حال. ببینیم علم الحال یعنی چی. قبلا یک کتاب دیگری در این مورد خونده بودیم. حالا روی این کتاب در مورد شکل ظاهری، وضعیت ظاهری کتاب یه توضیح کوتاهی بدم. این کتاب ظاهراً 122 صفحه PDF هست، یعنی 244 صفحه کتاب، برای اینکه در هر 2 صفحه PDF در هر صفحه PDF 2 صفحه کتاب رو عکاسی کرده. همونطور که میبینید جلد کتاب آسیب دیده و یک کاغذی رو چسبوندن اینجا و علم حال رو اونجا نوشتن. وقتی جلد کتاب رو باز میکنه ما در روی خود جلد، داخل جلد هم با نوشتاری مواجه میشیم که حالا بعداً برمیگردیم میخونیم و اینجا حاشیه کتاب رو که دوخته شده میبینیم که یه مقدار آسیب دیده ولی نه خیلی زیاد. آب ریخته شده روی کتاب ولی کتاب با آنکه سطرها به هم نزدیکه و کلمات هم به هم نزدیکه، اما این کتاب تا اینجایی که من میدم به ترکی نوشته شده. یه صفحه حداقل یک صفحه از این کتاب از بین رفته حداقل، و ما با وقتی کتاب رو باز میکنیم تقریبا ناقص هستش. کلمات و تصویر حروف رو خب میدونی که ما وقتی صحبت میکنیم صدا از دهانمون برمیاد، نه یعنی از سیستم صوتی ما صدا در میاد، نه اینکه حروف. ما قرارداد بستیم که فلان حرف علامت فلان صدایی باشه که از دهان ما میاد، از سیستم صوتی ما میاد. در نتیجه اون قرارداد رو تصویر میکنیم، اون صدایی که در سیستم صوتی ما تولید میشه و گوش ما میشنوه و اینجا درک میکنیم، اون رو قرارداد گذاشتیم که نقاشیش بکنیم با فلان علامت. این یه قرارداد اجتماعی هست و حالا روی این علامت باید صدا بذاریم تا مشخص بشه که اون چه صدایی داره و اکثر کتاب ها این کار رو نمی کنن، به خاطر اینکه تصورشون برای اینه که باید انسان در زبان مادری خودش به یه حدی از تحصیلات و آموزش برسه که بتونه بخونه. ولی در این کتاب دوباره میبینیم که تمامی شکل حروف رو یا خود حروف رو اومدن چیکار کردن؟ صداگذاری کردن. این یه چیز جالبی هست. بعضی از کلمات رو با رنگ قرمز نوشته و بر روی برخی از کلمات خط قرمز کشیده تا این رو بگه که این مرکز تمرکز کتاب جمله هاست و بعداً این رو توضیح خواهد داد. ولی آسیب دیدگی خیلی زیاده. روی آب میبینیم حتی رنگ قرمزی هم اینجا پاشیده شده. خیلی خیلی این کتاب آسیب بسیار جدی دیده و پایین کتاب ببینید از همون صفحه دوم، صفحه اول لااقل این پایین کتاب سالم هست، صفحه دوم دیگه این موشخوردگی نیست، کاملا کتاب پوسیده شده و از بین رفته در صفحه های پایینی تا حداقل این چند صفحه‌ای که میبینیم و بعد
این صفحه دوباره بهتر میشه. احتمالاً بخش خیلی کمی از مطلب از بین رفته، ولی حتما بخشی از کتاب از بین رفته. دوباره اینجا میبینیم که آب ریخته شده، احتمالاً جوهر و کلمات قابل خوانا هست. این خط برای من و سلیقه من و سواد من سازگار هستش و زیباست و من میتونم این رو بخونم. همونطور که میبینید خیلی خط جالبی نوشته. این هم کتاب خطی هست، قدیمی هست. از اینجا به بعد دیگه اون ضررهایی که به کتاب رسیده بود رو یا نمیبینیم یا خیلی کمتر میبینیم. نگاه کنید صفحه ها خیلی روشن و اینجا هم تلاش کردن یه جایی رو پاک بکنن یا رنگ ها به هم ریخته. کتاب خیلی جالب است. اینجا دوباره یه جایی رو پاک کردن مثل این که و خب با سرعت من میرم. این کتاب چون 244 صفحه هست، من هر 50 صفحه 1-2 صفحه رو نشون میدم تا از این این صفحه 50 49 و 50 خیلی جالب هست. اینجا یه کلمه رو میبینیم که داخل یک کادری قرار داده، احتمالاً حالا ببینیم بعض این چیه. و اینجا هم با یک مدادی که بعداً نوشته شده، خیلی نازک، این با مداد نوشته شده به احتمال قوی. اینجا جالب هست، این صفحه ها خیلی زیبا، مطلب جالبی هست. اسم کتاب رو علم الحال گذاشتن. حالا برمیگردیم میبینیم که اینجا با یک چیز مواجهیم، با یک حاشیه نویسی مواجهیم و همینطور اینجا با یه حاشیه نویسی با خط زیبایی مواجهیم. منظور من از زیبا هم خطی که من بتونم بخونم، خطی که نتونم بخونم برای من حتی نقاشی هم نیست. من خیلی از نقاشی لذت نمیبرم که مثلا دائما بشینم ازش لذت برم. من یه بار که ببینم دیگه برام عادی میشه، خیلی چیز نیست. عکسام همینطور. و اینجا یک صفحه رو کاملا خط خطی کرده، احتمالا خیلی مهمه. 2 صفحه و ادامه داره. اینجا رو حالا اگه بشه برمیگردیم میخونیم. بریم صفحه 100 رو ببینیم. خیلی اینجا وقت صرف کردیم. صفحه 100 هم عین همونه، آسیب دیدگی. یه مقدار اینجا میبینیم کتاب آسیب دیده. بله، از اینجا به بعد ظاهرا زیادتر هم میشه. بله، زیادتر میشه و اینجا رنگ به متن کتاب هم آسیب رسیده، خیلی زیاد میشه. انگار مثلا روغن، چربی، چیزی اونجا ریخته. بالای کتاب و پایین کتاب. حالا بریم صفحه آخر کتاب رو ببینیم که اینجا صفحات آخر کتاب رو میبینیم که خوشبختانه خیلی جدی آسیب ندیده و این کتاب دوباره دوستان با سطر صفحات آخرش از بین رفته دیگه. این کتاب هم از اول و هم از آخر متاسفانه آسیب جدی دیده. در نتیجه ما احتمالاً نتوانیم، احتمالاً میگم برای اینکه بعضی وقتا تونستیم نام نویسنده و تاریخ اون رو پیدا بکنیم، همونطور در کتاب دیروز این کار رو کردیم. حالا یه چیزایی اینجا نوشته روی جلد، ببینیم که چی هست. برمیگردیم و 9 دقیقه با این حال وقت برد این وضعیت. کتاب رو اینجا بزرگش بکنیم که بتونیم ببینیم این روی جلد چی نوشته. علی جادالانی، علی الاکبی، حالا چی بوده نمیدونم. در الیده دور احتمالا در غلبده باب عالی. اینجا چون چیز شده نمیتونم
یا اینجا احتمالاً در غلبده باب عالی جادسی 56 نمرلی کتابخانه اسلام و اسگری تجارزاده ابراهیم حاتمی. حالا کسی که این کتاب رو آدرس کتاب فروشی رو نوشته، خیلی جالبه. و اینجا تجارزاده ابراهیم حاتمی من دارم میخونم، یا صاحبی هم میتونه بشه، صاحب آنجا دیگه اینجاش خونده نمیشه. کتبه الفقیر احمد رضا. خب این کتاب رو کتبه الفقیر احمد رضا نامی این کتاب رو نوشته. این حداقل یک نقطه جالبی هستش. اینجا هم یه مطلبی رو به شکل نقاشی نوشته بودن که متاسفانه فاتحه اینجا میتونم بخونم ولی بقیه تقریبا از بین رفته. اینجا افقیر احمد رضا، دوباره اینجا احمد رضا رو ما میتونیم ببینیم. اجمد نمیتونه باشه، این احمد، این بعدن افتاده یه چیزی هست اینجا. این کتاب الفقیر احمد رضا. احمد رضا نامی این کتاب رو نوشته. میشه پیدا کرد حالا از طریق همین نخ میشه پیدا کرد که نویسنده چه کسی بوده. خیلی حالا این صفحات این کتاب در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. بله، سلیمانیه کتابخانه است. یمنه. حالا این هرچی بوده در این صفحه ناقص مونده، اومده اینجا. بریم ببینیم که در این صفحه چی میگه. امیدواریم که یه چیزی پیدا بکنیم. گندردکده. حالا مثلا یمن یه شهریه دیگه. یمنه گندردکده معاذ یا رسول الله bana vasiyet eyle dedikdə ixlas ilə az amel sana kifayet eder. İxlas ilə az amel, az amel sana kifayet eder diye buyurdu Hazreti. Yani İxlasın semeresi ihsanıdır. Ol Allah Teala'yı görer gibi ibadet etmektir. واو. حالا خیلی چند صفحه خیلی بیشتر از بین رفته این کتاب متاسفانه. و تفکل ایلکی. حالا اینجا یه مطلب هایی رو ایشون میگه و بعد براش حدیثی چیزی میاره. و تفکل ایلکی اولر اولو رزق olacaq احتمالاً. اولو رزق خصوصinde و غیریده Allah'a tayanmakdır. Dayanmak احتمالاً باشه. اولو رزق خصوصinde یا ular rızk hususinde ve gayride Allah'a tayanmaktır. Bazılar tevekkül golün gücü yetmediki nesnede say terk etmektir dedi. Bazılar tevekkül, yani tevekkül چی هست؟ tevekkül golün gücü yetmediği nesnede سعی ترک etmektir dedi. میگه اگر زورش به کاری به چیزی نرسه توکل اینه که اون رو ترک کنه دیگه. البته اینجا در مورد رزق و روزی میگه که باید به خدا توکل کرد، یعنی توکل رو معنی میکنه در اصل. غیرده الله dayanmak تکیه بر خدا. این جالب هست، من نمیدونستم. مثلا این ترجمه به ترکی توکل خیلی جالب هست. dayanmak. Bazılar tevekkül golün gücü yetmediği nesnede سعی terk etmektir dedi. Esbabe سعی tevekküle zarar vermez.
əsbabə səyi təvəkkülə zərər verməz, anun üçün muhtac olanlara kəsb فرض qılındı. Dilənmək ilə, حالا از اینجا به بعد احتمالاً dilənmək ilə olursa da dilenmek ile میگه که اینجاش جالب بود سعی ترک etmektir dedi اسباب سعی توکل ضرر vermez برای اسباب وسایل و مقدمات اینجوری بگیم توکل ضرر نمیده آنون için muhtaç olanlara اونایی که انسانهای محتاج کسب فرض qılındı bir işi öğrenmek kasb فرض qılındı yani یک کسبی رو واجبه که یاد بگیرن dilenmek ile olursa da hatta اگه گدایی بکنن dilenmek dilemekten gelir dilemek yani arzu کردن dilenmek از یکی خواست تو درخواست میکنی دیگه این dilenmek به حالا من نمیدونم این کلمه گدا از کجا در زبان فارسی رفته چرا از ترکی نتونستن بگیرن این رو خیلی چیز جالبیه از dilenmek bizim yerlerde de 2 dana در سرزمین قرداغ 2 تا biri yolcu بود yolcu اینو البته در تبریز شنیدیم خیلی در خود روستا dilenmek dilenci میگفتن olursa da صنعتینه و مالینه و قوتینه و بکن و بیه و گازیه بیه و بگه و گازیه و گازی اسکره و غیره تینمک در حالا اینجا میخواد بر این قضیه تأکید بکنه که چی کار باید بکنید توکل یعنی چی داره معنی میگه که حداقلش اینه که گدایی بلد باشی این حداقلش رو میذاره ولی میگه که صنعته یعنی به کار حالا در گذشته صنعت 2 مفهوم داشته و الان هم 2 مفهوم داره یکی به کارهای هنری میگفته و دیگری به کارهای دستی ولی در گذشته تر صنعت به هنر گفته نمی شده به هر نوع کاری که با دست انجام میدادند گفته می شده هنر البته یه مقدار ظریف کاری دیگه این رو صنعت می گفتن که حالا بعداً تبدیل میشه به نقاشی و اینجور چیزا و مالینه حالا انبال و قوتینه با زور بازو و بگ یعنی بگیم که انسانهای در اینجا به مفهوم انسانهایی که دارای سلام علیکم علیکم سلام انسانهایی که دارای امکانات مالی هستند و گازی اینجا به معنی احتمالاً گازی به معنی همین حاکم در دادگاه به کار رفته و گازی اسکره اینجا و گازی اسکر اینجا اسکری که سرباز الان سرباز میگن فارسا اسکری که گازی شده یعنی زخمی شده این میبینی که از نظر لغوی یکیه نمیدونم چرا به گزات گازی میگن احتمالاً به خاطر اینکه اینها در عوام نزد عوام هی زخمی میشن که بی‌عدالتی میکنه فکر میکنم شاید هم نباشه و غیریه و علاوه بر این رشته های دیگر هم تیانمق مقدر یا مقدر دایان مقدر میگه و به غیر از این کارها و توانایی ها به یک چیزهای تکی کردن توکل خب bunlar صدر حالا اینجا همونطور که میبینید دیگه این صفحه داره از بین میره و در صفحه های بعد کاملا متوجه میشیم که از بین رفته اون صفحه رو دیگه نمیتونیم بخونیم برای اینکه از بین رفته
الان همینجا پایین صفحه رو ببینید کاملا مثل موش خوردگی کتاب از بین رفته و اینجا میبینیم که خیلی هم متاسفانه آب ریخته شده و این از بین رفته. حالا اینجا را bunlar صدر گوا. حالا این دیگه نمیتونم بخونم. اینجا کلام الله رو الان اینجا بر اساس اینکه اینجا حالا ببینیم کلام رو اینجا نوشته، حالا میتونیم بگیم که کلام الله باید باشه اینجا تعالی. کلام الله تعالی مراد اتمدیک جا و تواضع له. جمله ادامه داره، قطع نمیکنه، برعکس اون کتاب‌های قبلی که قرمزها پایان جمله بود و آغاز یه جمله بعدی رو نشون میداد و هیچ ربطی به قبل و بعد نداشت. در این کتاب تا اینجا متوجه شدیم وقتی قرمزها رو مینویسه اون قرمز رو به جهت اینکه دقت بیشتری بهش بکنیم توضیح میده این کلمه قرمز رو، ولی ادامه جمله قبلی و جمله بعدی هستش. الله تعالی مراد اتمدیک جا و تواضع لکی اول کندونی cümleden به حق görsedir bu gullerinden büyük fazilettir mertebesinde azancık. حالا اینجا دیگه باز از بین رفته. ما هم اظهار، البته باززاد نیست، این ظهار تواضع اظهار میشه، این همین به هر حال اینجا نابود شده این کتاب. اظهار تواضع اتمسی görüle و اما çoğulmak temelluk çoğulmak temelluk mazmumdur. çoğullamak احتمالاً باشه، اگر باشه نمیدونم. çoğullamak temelluk، çoğullamak اگر اشتباه نکنم ما çoğullamak الان میگیم در آذربایجان، یعنی یک کسی رو در پیش یک کسی دیگری گناهکار نشون بدید، عیبهاشو بیان بکنید. این اگر اون باشه. تملق برعکس اونه، یعنی در حالا این چجوری اتفاق میکنه؟ در یه آدمی که همتراز خودتون هست یا ضعیفتر از خودتون هست اما زورتون بهش نمیرسه خیلی، این رو در پیش یا آدم دیگه گناهکار نشون میدید، گناهاشو میریزید بیرون که اون رو تنبیه بکنه اون آدم بزرگتر. این çoğullamakه. تملق برعکسشه، شما پیش یه آدم بزرگتر که خودتون از اون کوچکتر میتونید هی زبون میریزید، از اون یه بت میسازید، یه چیز بزرگی میسازید. اینو میگه تملق مذمومدür الا طالب العلم استادینه. الا اینکه تملق برای چه کسی خوبه؟ برای اینکه کسی که میخواد یه چیزی رو یاد بگیره از استادش تملق بکنه. میگه این خوبه، این بد نیست، شما بهترین استادید. همین که الان دیگه به هر کسی استاد میگیم این یکی از اونهاست. و şeriklerine degül ve şeriklerine degil ve nasihat ile ve şeriklerine degül. اما برای شرکاش این کارو نکنه. خب و نصیحت ایله که نصیحت بکنه که غیر büyük ayı ol. غیر büyük ayı ol. ayı نیکوکار بودن.
حالا دوستان من الان البته که این آدم شریف رو میشناسم، انسان بسیار شریف و روشنفکری هستش و خیلی هم کسرلی قطعی صحبت میکنه، اینجاش خیلی خوبه. ولی خب من الان تلاش میکنم در یک تخصص بگیرم. یعنی زبان ترکی رو بلد نبودم، الان تلاش میکنم که کتاب‌های قدیمی ترکی دست نوشته تخصصی رو بخونم. اینجا چند تلاشم بر اینه که در مثلا در 5 ماه، در 6 ماه، در 1 سال بتونم اولا در زبان ترکی خوب باشم، دومی که بتونم کتاب‌های تخصصی ترکی رو بخونم، سومی که بتونم کتاب‌های تخصصی قدیمی رو بخونم. برای اینکه در مهندسی جهل یک کاری که اتفاق افتاده در 250 سال گذشته، غربی ها در هندوستان با استفاده از انسان‌های به اسلام چجور بگیم با کار مفت اونها اومدن انبوهی کتاب برای ملت‌های مسلمان و ترک تولید کردن و اینها رو ما الان اون کتاب ها رو میبینیم. از اون طرف هم اومدن خط ما رو، یعنی ترک ها رو، تمامی ترک ها در دنیا رو، خطشون رو از خط تاریخی که داشتن دستشون و به تاریخ و تمدن مکتوبشون رو با اون می نوشتن، از این جدا کردن، به یه خط دیگری دادن. مثلا ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و قرقیزستان و همه اینها دیگه، همه اینها از گذشتهشون در یک شب خوابیدن، صبح گفتن آقا شما دیگه الفبای عربی رو نباید بخونید. عربی که نیست، اینو من قبلا عرض کردم، ترکی عربی هستش. اول به همت ترک ها درسته که ادامه زبان الفبای کوفی هست، ولی ترک ها این رو به این سبکی که امروزه ما میخونیم در آوردن و بر اساس نیاز هم حرف هایی رو بهش علاوه کردن به عربی. حالا و حتی برای اینکه بتونن این رو درست بخونن صداها رو خلق کردن، یعنی ا ا آ او ای رو خلق کردن و اینها رو هم روی این گذاشتن. این حاصل تلاش ترک هاست و حتی میدونیم که بسیاری از این خطوطی که وجود داره برای نوشتن همین حروف کلمات با الفبای ترکی عربی، این هم بیشترش از تبریز برخواسته. این خطهای خوشنویسی اینها بیشترش از تبریز برخواسته. تبریز یکی از مراکز مهم تولید فکر و تمدن اسلام یا ترک ها بوده برعکس اون چیزا. به هر حال یک شب خوابیدن و سحر دیدن، گفتش که فرمان اومد هر کس به زبان با حروف عربی، با کلمات عربی دستکار داشته باشه اینها رو مجازات میکنیم، میکشیم. و جالب اینه که من زمانی که پناهنده بودم در ترکیه، در شهری به نام یوزگات که مرکز یک استان یا ایلی به نام یوزگات هست، اونجا زندگی میکردم برای یک مدت حدود 12 ماه. این شهر بسیار عقب مانده بود. من علتش رو جویا میشدم، چه فرقی داره بین یوزگات و مثلا استانبول و یا جاهای دیگه که خیلی رشد کردن، انسانهای زیادی داره ولی اینجا نداره. بعد متوجه شدم که وقتی آتاتورک خط رو، اولا آتاتورک کودتایی تقریبا به نظر من انجام میده به همراه اتحاد و ترقی و اینها یه کودتایی انجام میدن و بعد یکی از کارهاشون اینه که الفبا رو تغییر میدن. وقتی الفبا رو تغییر میدن، این یوزگاتی ها هیچ وقت با آتاتورک همراه نبودن. در نتیجه آتاتورک اینجا رو نفرین میکنه. تا دوره این خدا حفظش بکنه، سلامتیش بده انشاءالله، عالی جناب اردوغان، یوزگات جزو تبعیدگاه بود در اصل. اونقدر عقب مانده اینجا رو نگه داشته بود. چه انسانهای شریفی داشت. یوزگات یکی از جاهایی که باید درش زندگی کرد. انسانهای بسیار چیزی دارن، با اینکه فقیر هستن تقریبا، به هر حال اون امکاناتی که در مثلا ازمیر و جاهای دیگه هستش
بورسا و اینها در اینجا نیست، اینجا کارخونه ای نیست، اینجا چیزی نیست. ولی انسان ها خیلی انسان های جالبی هستن و کمک میکنن. به هر حال اینها همین مثلا با اینکه فقیر میگم هستن، اما یک قانونی برای آموزش قرآن یعنی الفبای عربی وجود داشته اونجا که از همه جای ترکیه بچه ها رو می آوردن اونجا، یه 10 روز 20 روز یه ماه اونجا خورد خوراکشون رو میدادن، آموزش میدادن و برمیگشتن خونهشون برای اینکه قرآن رو بتونن بخونن. ما بی سواد شدیم در اصل، ما هممون یهو در ایران هم این ترکایی هم که در ایران امروزی جعلی، ایران جعلی زندگی میکنن، یک شب همه گفتن که باید از فردا فارسی صحبت بکنید و فارسی بخونید و فارسی بنویسید. در نتیجه ما در زبان ترکی کاملا بی سواد شدیم و از تاریخمون، از تمدن، ببینید تمدن رو من به دو قسمت مادی، ساختمون ها، شهرسازی ها، نمیدونم امکاناتی که ساختیم و اینها، امکانات کشاورزی و این هر چیزی که در هر زمینی ساختیم، و دوم تمدن معنوی فکری مهمتر از تمدن مادیه. ما چون از تمدن معنوی و فکری خودمون قطع ارتباط کردیم در ایران به خصوص، تمدن چیزمون هم فراموش کردیم. تمدن مادی، سرمایه هامون هم، یعنی مثلا معماریمون، کاشیکاریمون، نقاشیمون، برجسته کاری هامون، هر کاری که در تاریخ برای زیستن انجام داده بودیم، اینها رو هم فراموش کردیم و فکر کردیم که اینا مال ما نیست. حالا من دارم تلاش میکنم که اینو یاد بگیرم، برای اینکه باید به خودمون برگردیم. من در جوناس تیوی برنامه‌های بسیار جالبی رو اجرا کردم. امیدوارم که بتونم یه روزی از جوناس تیوی CD های اینها رو بگیرم و اینها رو به کتاب تبدیل بکنم. اینقدر برای من مهمه. اما واقعیت اینه که من الان با خواندن این کتاب‌ها متوجه میشم که من خیلی بی‌بته بودم. از مثل اون نیهایی هستن که من از نیستان بریده شدم. مولانا چقدر زیبا میگه. چی میگه؟ تا مرا از نیستان ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از حالا این قضیه خیلی. حالا من تلاش میکنم که یه چیز جدیدی رو در رابطه با گذشته خودم، به خصوص در رابطه با تمدن مکتوب و فکری ترک‌ها یاد بگیرم و بتونم با اون آثار ارتباط برقرار بکنم. در نتیجه در این زمینه هستم. حالا برگردیم دوباره به چیز خودمون. و نصیحت ایله که غیر büyük ayı ol. و نصیحت بکن که غیر büyük یعنی büyük که میدونیم یعنی بزرگ، ayı ol یعنی خوب باش، ayı خوب بودن، doğanı istemektir، doğan istemektir و غیر sanmat. و دوغن احتمالاً نمیدونم، یعنی این دوست، ما یه دوست خیلی خوب ترکمن داریم که متاسفانه از زمانی که کووید افتاده دیگه این رو ندیدم. ایشون وقتی میخواد یکی رو میگه دوغن یا دوغان. یعنی مثلا ما میگیم گارداش، اون نمیگه گارداش، میگه که دوغان. اینجا دوغان احتمال میدم، نمیدونم، اینجا آورده دوغن استمکدür و خیر سانمت. دوغن استمکدür طلب کردنه و غیره یعنی به غیر از خودت به دیگران، خیر سانمقدر. سانمق یعنی تصور کردن، اندیشیدن. سانمق، sanırım یعنی میفهمم، düşünürم، اینجوری. sandım که sensin یعنی فکر کردم تو هستی، یا sandım که فلان هستی. این خیر sanmak یعنی برای دیگران
خیر pes doğan istemektir ve gayrehu xeyir sanmakdır. Vacibdir. Peygamberimiz aleyhisselam ad-dinu, حالا پیغمبرimiz چی گفته؟ ad-dinu an-nasihatü diyor buyurdu. دین به نظر پیغمبر چی بوده؟ حالا یه حدیثی ساختم، فکر نمی‌کنم درست باشه. من دیگه به تمامی احادیث تقریبا اعتقاد ندارم. الاسلام الدین النصیحت، دین نصیحته، یعنی به دین نصیحت، به یه دینیه که بر اساس نصیحته، اینجوری میگه، یعنی بر اساس کشتار و مجازات نیست. جالبه که در قرآن خیلی ما با اعدام و چیزا، کشتار و مجازات و شلاق اینا خیلی روبرو نیستیم. اینها رو بعداً ملاها ساختن. شریعت که دیروز در اون کتاب قبلی گفتیم که چه شکلی رخ داده. دیگه buyurdu حضرت هم یه چیزی، یعنی dinin ulu semeresi nasihattir ve hüsnü zennile ve hüsnü zennile Allah Teala'ya hüsnü zenn etmek vacibdir. Salah ve fesade ihtimali olan umurlarında دوباره اینجا از بین رفته. من هی میخواستم که ببینم ولی خب صفحات زیادی از کتاب از بین رفته متاسفانه، اینجا چیزی نمیتونیم به دست بیاریم. من میرم صفحه 50 کتاب، نه پی دی اف. اینجا دیگه صفحه 50 کتاب هستش، من از اینجا شروع میکنم. قرآن عظیمیده حضرت، اینجا یه چیزی هست، مولا علیه السلام قصه‌سنده، این موسی میشه. قرآن عظیمینده یعنی الله قرآن عظیمینده Hazreti Musa aleyhisselam qissesinde buna delil vardır. O delil Allah Teala'nındır. Rabbena، حالا اینجا دیگه آیه رو میبینیم که بالاش خط کشیده. ربنا اتمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. قولیدر، قولی ترکی هستش، یعنی این سخن خدا برای یه بحثی که ایشون در گذشته انجام داده، براش یه میگه دلیلی که خود قرآن، خود الله در قرآن برای به نقل از حضرت موسی آورده. یعنی حضرت موسی الله تعالی dua edip dedi ya Rabbena sen Firavun'un ve kavminin ululerinin amvallerin helak eyle, amvallerin helak eyle ve gebelerini kasvette kıl. حالا این قبلرینی یعنی چی نمیدونم، قلبلرینی هستش به اینجوری نوشته، قبلرینی قسوته قل و ختم تبعیل ایمان için منشرح olmasın ve ختم تبعیل ایمان için منشرح olmasınlar ve imana gelmesinler ki azab-ı alim görsünler. Eğer bu söz küfr olaydı، میگه ناله، نفرین کردن، اگر bu söz küfr olaydı، چون که اگه این سخنان ترجمه اون آیه هست تقریبا دیگه. خیلی جالبه. حضرت موسی الله تعالی'ye dua edip dedi ya Rabbena sen Firavun'un ve kavminin ululerinin ambalın helak eyle ve gebelerini قسوته، قسوت فکر میکنم در تنگنا یا در فشار. من اینجا قلب به جای اینو قلب میخونم، ولی ممکنه که این قبل حالا نمیدونم چی پشتت هم قسوت قل در سختی و تنگنایی قرار بده و ختم تبعیله و تبع اینها رو تمومش کن، یعنی توانشون رو ایمانشون منشرح olmasın، یعنی به ایمان نتونن برگردن، olmasınlar ve imana gelmesinler ki azab alim görsünler. Eğer bu söz küfür olaydı Hazreti Musa aleyhisselam böyle dua etmez idi.
bir kimse، حالا اینو میگه دعا، در حالی که نفرینه دیگه، این دعا نیست، نفرینه، ولی خب دعای منفی هست. اینو حالا در کتاب‌های دیگه می نویسن که دعا بر دو نوعه، دعایی که مثبت هست، دعایی که منفیه. از این حرفا در کتاب دیگه اینو باهاش میخونیم. bir kimse etse etmez. Bir kimse etse Allah Teala, etse yani bege, etmek, ettü. Etse Allah Teala bülür filan işi işleyini bu ki ol kişi işlediğini bilse ulema küfründe ihtilaf ettiler. Asah قول budur ki ol kimse kafir olur. حالا این چی بود؟ bir kimse etse Allah Teala bulur filan işi işleyini bu ki ol kişi işlediğini bilse ulema küfründe ihtilaf ederler. حالا من اینجا نمیدونم اینجا چه کاری انجام بده که اگه علما اختلاف داشته باشن، احتمال همین دعا مثلا یه چیزی نمیدونم اختلاف ettiler. اصح قول budur ki ol kimse kafir olur. بعضیا میگن کافر میشه. وجه budur ki bu fakirün، اینم نظر خودش میگه، وجه budur ki bu fakirün اکلدونده یعنی علاوه کرده، اون چیزی که نوشته و علاوه کرده. اکلمک به جای کلمه علاوه کردن اضافه کردن، اکلمک رو استفاده میکنه ترکی. این کلمه ترکی هستش. اکلدونده حق تعالی جهل مرکب اثبات etmiş olur. میگه که اگر یه چیزی باشه، bu fakirin اکلدونده حق تعالی جهل مرکب اثبات etmiş olur. میگه اون ما اثبات میکنیم که الله تعالی جهل مرکب داره. تأمل ایله ظاهر olur. جهل مرکب diyor اعتقاد غیره مطابقه derler. حالا جهل مرکب رو احتمالاً بیاد تعریف بکنه، خیلی جالب میشه. etmiş olur. تأمل ایله، تأمل اینجا به معنی خود عمل، کلمه با الف بنویسیم عمل، به معنی آرزو در امروزه. تأمل ایله ظاهر olur یعنی با آرزو، با الف تأمل با الف اگه بنویسیم به معنی آرزو ایله ظاهر olur. جهل مرکب چیه؟ جهل مرکب دیو یعنی جهل مرکب با آرزو به وجود میاد. این از اون بالا تا این پایین که مرکب، اینجا تا اینجا یه خیلی مهمه که اینجوری رنگ قرمز کشیده. حالا ببینیم دیو اعتقاد غیره مطابقه درلر. به اینها میگه چی؟ میگن اعتقاد غیره مطابقه. مطابق یعنی بنظر، عین او، مطابقت درلر. مرکب denildi. به اینها مرکب میگن. bilmeyüp و bilmediğin dahi bildim. میگه که bilmeyüp یعنی نمیدونه. bilmeyüp نمیدونه و bilmediğin dahi bildim، فهمیدم. خود نویسنده میگه جهل مرکب، حالا خودش میگه که من اینو علاوه کردم از این حرفا. حالا میگه که bilmeyüp و bilmediğin dahi bildim و فهمیدم که نمیفهمم، نمیدونم. ما اکثرا اینو نمیفهمیم، فکر میکنیم که میفهمیم. اعتقاد ettiğini، حالا میگه که bilmeyüp ve bilmediğin dahi bildim etikad ettiğini için güya Allah Teala bu işi işlediğin bilmeye bildim sana. sanmak گفتیم اینجا این خیلی خوب اینها رو به کار برده، کلمات ترکی رو خیلی خوب به کار برده. میگه güya böyle نظر gelir چی؟ البته اینجا کویا نوشته، کویا Allah Teala bu işi، همون کار رو işlediğin bilmeye bildim.
گویا این که خداوند یه کاری رو انجام داده که خدا خودش نمیدونسته که اون کار رو انجام داده. جهل مرکب میگه اینه. اون وقت خدا جاهل میشه دیگه. خدا یه کاری رو انجام داده که خودش نمیدونسته که اون کار رو انجام داده. این میشه جهل مرکب. دو تا جهل داره، یکی که کار رو انجام داده، یکی هم که نمیدونه کار رو انجام داده. به این منظور میگه گویا الله تعالی bu işi işledigen bilmeye bildim sane، اما خودش بفهمی که میدونم که مثلا کاری رو یه کاری رو انجام داده، نمیدونه اما فکر میکنه که اون کار رو انجام داده. یه چنین چیزی. سانماخ یعنی فرض بکنه، بدونه، فکر بکنه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. حالا آیه میاره که خداوند از این آیه ربطی به اون موضوع نداره ها، ولی چون حالا میخواد برای خودش یه چیزی، اول و آخر آیه رو برمیداره، اون مضمونی که آیه اونجا نازل شده بوده اونو برمیداره، برای خودش یه دلیل قرآنی میاره. این یه مشکلیه که متاسفانه، ببینید من درکم اینه، قرآن، من در انفرادی که بودم یه روزی از من پرسیدن که وقتی از زندان آزاد بشی، آخرای فکر کنم مثلا روز 43 انفرادی بود دیگه، از قضیه اعدام چیز شده بود، ظاهرا یه تعدادی از نمایندگان و انسان‌های شریفی امضا جمع کرده بودن که من نباید اعدام بشم، که اکبر اعلمی به من گفته شد که اکبر اعلمی هم یکی از کسایی بود که امضا جمع کرده بود که من اعدام نشم. بعد حالا روز مثلا 43 اینا بود که دیگه اون بحث اعدام رو گذاشتن کنار و از من پرسید، بازجو اومد پرسید که حالا اگر یه روزی از زندان آزاد بشی میخوای چیکاره بشی؟ گفتم برمیگردم قرآن رو از نو می‌نویسم. چجوری؟ گفتم روی قرآن کار میکنم. چجوری؟ گفتم قرآن رو باید بر اساس تاریخی که اومده و بر اساس اون شرایط و برای اون نیازی که آیه ها اومده، بر اساس اون باید نوشت تا انسان ها بفهمن که قرآن در چه تاریخی، در چه روزی و برای چه منظوری اومده. چون که شما دیگه اون رو نمیتونید در همه جا به کار ببرید. من الان اینجا مثلا این یارو میخواد یه مطلبی رو بگه، میخواد یه آیه رو که مربوط به این نیست ملاها همشون این کارو میکنن. من اونایی که تو منبر دیدم و شنیدم و اینا رو میگم، اینا از اون کتاب یه بخشی از آیه رو، کل آیه رو بر نمیداره. اون محتوای، اون زمینه‌ای که اون اتمسفری که اون آیه اومده و گفته که این کار چیزه، این رو بر میداره، اونو از اون اتمسفر از قرآن میگیره، میاره در رابطه با نیت خودش به کار میبره، اینگار که خداوند این رو برای نیت این آدم آورده. این هم یک کارکردیه. البته خب بالاخره میگن قرآن 70 تا معنی داره، یکیش هم این کار است که اینو میکنن. الله تعالی عن ذلک علوا کبیرا. خداوند از این چیزا bir kimse kendiye bir عورت نکاح etse. حالا سوال میگه یک کسی برای خودش یک زنی رو بگیره، bir kimse نگاه کسی که نیستش، یک کسی kimse هستش. bir kimse ما میتونیم الان دیگه اینو به کار، bir kimse kendiye برای خودش، کندیه خودم، مثلا کندیه، چون من نمیگم دیگه، برای کندیه کسی برای خودش، نفر صیغه سوم شخص هسته، ضمیر سوم شخصه. کندیه bir عورت نکاح etse، نکاح بکنه، شاهدسیز ol erle عورت etseler Tanrı ve Peygamberimiz dur şahit müzdür ikisi dahi kafir olur demişler. اگر یک میگه که دو نفر، یک خانم و آقا بیان با هم ازدواج بکنن ولی شاهدی وجود نداشته باشه برای نکاح اتسه، شاهدسیز اول ارل عورت اتسلر، اگه اونها اراروات بشن، ارل عورت یعنی این دو نفر بودن حالا میخوان ازدواج بکنن، تنری و پیغمبرimiz şahidimiz dür
اگه بگن که اینا بگن که خب کسی نیست اینجا شاهد رابطه ما باشه، ازدواج ما باشه، ولی الله و پیغمبر شاهد ماست، این جمله رو بگن. نگاه کنید حالا مثلا نیازی هم نیست اینو بگن ها، ولی خب برای اینکه در اسلام اراده درونی انسان‌ها اصل در ازدواج هست. یعنی انسان‌ها باید درونشون بگه که من با این خانم، با این دختر خانم یا با این خانم میخوام ازدواج بکنم، یا من از این مرد یا از این زن طلاق گرفتم. درونش اگه اینو بگه، یا من با این ازدواج نمی کردم، به زور من رو به این زن دادن یا شوهر کردم یا زن گرفتم به زور، اینجا دیگه اون درست نیست. اینها اجبار به زنا هست. مثلا از نظر من، درک من از اسلام اینه، اسلام من هست این. اسلام ممکنه خیلی ها نباشه. اگر بگن که peygamberimiz şahidimizdir، Tanrı ve peygamberimizdir şahidimizdir، میگه اینو ikisi dahi kafir olur demişler. بعضی علما گفتن که هر دوتاشون کافر میشن اگه بگن که خداوند و پیغمبر شاهد ماست. چرا؟ ببینید، یعنی یه آدمی اومده برای اینکه میگه آقا اولا میگن خدا همه جا هست و هیچ جایی خالی از خدا نیست، در خلوت‌ترین خلوت‌ها خدا حضور داره، و بعد میگن خدا نمیتونه شاهد باشه. خب نمیتونه شاهد باشه، ولی قابل اثبات نیست. دوم میگه پیغمبر وجود نداره، میگه شما به اون دارید مثلا چیز میبندید، بهتان میبندید، حالا یه چیزی تهمت میبندید، از این حرفا. demişler زیرا پیغمبر غیب بلور demek olur. به این معنی است که پیغمبر غیب رو میدونسته. میگه این یه دروغه که بهتانی یه به پیغمبر میبندی. پیغمبر درکن غیبی bilmez. پیغمبر دریکن غیبی bilmez idi. وقتی زنده بود نمیتونست به غیب رو بفهمه. پیغمبر غیب نمیدونست. Öldükten sonra gende bulur, onların nikahı peygambere nispet ile gaybidir, gaybi ancak Allah Teala bilir. میگه که غیب bilmez idi. Öldükten sonra وقتی که مرد gende bilir. حالا این gende bilir یعنی چی نمیدونم. احتمالاً gene de bilir onların nikahı peygambere nispet. Gende bilir احتمالاً gene de bilir onların nikahı peygambere nispet ile gaybidir. نسبت به پیغمبر غیبه. حالا این gende bilir خیلی کلمه جالبیه، کاش بتونم اینو بفهمم gene de bilir هستش یا یه چیزی دیگه. bilir onların nikahı peygambere nispet ile gaybidir. nispet ile peygambere nispet ile gaybidir. Gaybi ancak Allah Teala bilir. Gayriler için طریق yoktur. یعنی غیر از الله کسی نمیتونه غیب رو بدونه، یه راهی نداره، طریق yoktur. مگر الله تعالی اعلام و الهام ایلیه، مگر اینکه الله تعالی حالا bir kimse peygamber aleyhisselama غیب bilir diye etiqad eyləsə ائمه حنفیه کافر olur dediler. ائمه امامهای حنفیه، مذهب حنفیه، هر کس بگه که پیغمبر علیه السلام غیب میدونه اینها کافرن. حنفیه، ائمه حنفیه اینو گفتن. حالا در شیعه که بدتره، نه تنها این رو میگن، بلکه حضرت علی رو میگن، بلکه فاطمه حضرت فاطمه رو میگن، بلکه حضرت امام ها رو میگن اینها غیب رو میدونن. و حتی جالبه که من در گذشته داستان هایی میشنم انگشتش رو باز کرد، نمیدونم دید اونجا مثلا امام حسین به اون شهدای کربلا قبل از اینکه برن انگشت رو باز کرد، در میان از این انگشت اینها بهشت رو دیدن و یه داستان های اینجوری مثلا میساختن. خیلی دروغ های زیادی ملاها ساختن برای اینکه مردم رو بگن آقا اسلام خیلی چیزیه. اسلام در حالی که اگه پیرایش بکنیم از این دروغ ها شاید بهتر دیده بشه که الان هست.
Peygamber aleyhisselam gayb bilir diyor, etikad edilse, etikad eylese, herkesin için etikadi داشته باشه که پیغمبر غیب میدونه، ائمه حنفیه کافر olur dediler. بزرگان مذهب حنفی، رهبران مذهب حنفی گفتن یه چین آدمی کافر میشه. خیلی حرف جالبیه، من اینو قبول دارم. پیغمبر یکی از ما 2 شهادت داریم که وقتی اینو میگیم مسلمان میشیم. اشهد ان لا اله الا الله، şehadet veririm ki Allah'tan sonra hiç ilahi yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. حالا اینجا من چی میدم؟ شهادت میدهم که محمد عبد او لا اله الا الله ده و مرحله اول ده عبده و بعد رسوله. اول بنده بوده و بعد به رسولی انتخاب شده. این بنده هم یعنی مثل شما و من. حضرت محمد هیچ فرقی از شما و من نداشته. تنها فرقی که اتفاق افتاده اینه که الله به هر دلیلی ایشونو انتخاب کرده. الله به هر دلیلی من رو هم انتخاب بکنه شاکرش میشم، شما رو هم انتخاب بکنه همینطور. یعنی یه دستی از بالا بیاد بدون اراده شما رو انتخاب بکنه. فکر کنی که حالا مثلا یه شانس دیگه قرعه کشی بکنن، مثلا 70 میلیون دلار، 100 میلیون دلار، 500 میلیون دلار به حساب من یا شما پول بیاد. قرعه کشی میخرن این در همه جای دنیا. این قرعه کشی بشه، مثلا شما مثلا در سال گذشته در آمریکا 500 میلیون دلار بود یکی از این قرعه کشی ها، یهو مثلا 500 میلیون دلار بیاد به حساب خودتون. این شانسه، یه اتفاقی میفته و چیز نیست. یا از یه کره دیگری یکی بیاد مثلا الله تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. آیت کریمesinde معارض olduğu جوق یعنی جوق میگه یه آیه هستش که میگه، در این آیه میگه الله تعالی، حالا اینجا داخل گیومه بذاریم الان اگه باشه اینجا باید قل بگو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبه. هیچ کس در آسمان ها و زمین ها غیب رو نمیدونه. غیب یعنی پنهان، غایب دیگه. میگیم فلانی غایبه یعنی ما نمیبینیم. اون چیزی رو که نمیبینیم نمیدونیم. تموم شد. الا الله، این الا الله میگه میدونه، چون الله خلقش کرده. که آیه کریمesine یعنی این آیه کریمه معارض olduğu için، برعکس اون اگه اعتقاد پیدا بکنن که پیغمبر میدونسته، برعکس این آیه است. اینو میخواد بگه آیه کریمesine معارض olduğu için çok یعنی اینجا çok یعنی çok yani göklerde ve yerlerde olan mahluk غیبی bilmez ancak Allah Teala bilir. حالا اینجا هم آیه رو معنی کرد. این جوگ هم حرف جالبیه که من اینجا یاد گرفتم که این جوگ هست، ولی این جوگ رو باید در چند جای دیگه بخونیم. این کتاب خیلی ترکی رو خیلی خوب نوشته، نگه داشته، خیلی کلمات رو به ترکی می نویسه. این خیلی جالب هست برای من. bir kimse ben oğur oğuranları ve yetkileri büleren dese. Bülerem demir ha, نگاه کنید با چیز. اگر یکی bir kimse ben oğurlananları، اون چیزایی که دزدیده شده اونها رو، و یتkileri یعنی
یکی مسئولیت ها، اونایی که حالا مثلا این دوستانی که مسئولیت بولرن، نگاه کنید اینجا بولرم نگفته، بن بولرن، اون نون اینجا اگه میگفت من مثلا نمیدونم چرا این بن اینم بولرن دسه، من میدونم بگه بن میدونم اموال دزدی در کجاست، که کسایی دزدی کردن و یتکیلر یعنی اون کسایی که دزدی کردن مسئولین. بولرن دسه میدونم، böyle دیان و بونا اینانن کافر اولور، یه چنین آدمی هم گوینده و هم کسی که اینا رو باور بکنه، هر دوتاشون کافر میشن. اینم درست نیست. چرا که مثلا حالا یکی گفته که من میدونم که یکی انباری رو مثلا چرا باید کافر بشه، یا کسی که ایمان داره که من آقا این آدم میدونم این آدم هر حرفی بزنه درست در عذاب در میاد، چرا باید هر دوتاشون کافر باشن؟ من اینو سردر نمیارم. اینا کافر اولو. و اگر ben etse bana cin haber verir و اگر ben etse یعنی بگم، اتمخ گفتن، اگر ben etse اگر من بگم bana cin خبر verir جنها به من خبر میدن، آنونلا بلورن دسه و من با اون بلورن یعنی بولماخ میکنم، به دست میارم، پیدا میکنم، بلورن دسه میتونم چم کرو کافر دسه حالا اینجا گرو کافر اولور، دسه گرو کافر اولور. این گرو دیروز گفتم همین چیزی که گروه میذاریم، حالا نمیدونم چرا اینجوری گفته، زیرا زنده غیبی bilmez، میگه جنها هم غیب رو نمیدونن، همان الله تعالی بلور و آنون bildirdiği بلور، همین فقط خدا میدونه و اگه خدا به کسی نشون بده، حالا از کجا اثبات بکنیم که خداوند به من نشون نداده، چرا باید کافر بشم؟ الله تعالی بلور و آنون bildikleri بلور، مگر جنت الله تعالی بلدره، جنت الله مگر جن الله تعالی بلدره. حالا این جنه اینجا چی هست نمیدونم. یا خود جن görüp خبر verirmiş، اگر جنی ببینه و خبر بده. جنهو مگر جنه الله، جن جنین. نگاه کنید این کلمه جن خیلی کلمه جالبیه. بذارید من اینو گوگل بکنم، از روی گوگل به دوستان نشون بدم تا متوجه بشید چی میخوام بگم. من اینجا می نویسم ما معنی الجن و جنه. من اینجا 3 کلمه رو نوشتم، ببینیم چی میگه. کلمات الجن و جان و جنت لها معان مختلفه فی اللغت العربیه، در لغت زبان عربی برای اینها معنی های مختلفی داره. علی الرغم من تشابه ها فی اللفظ، علی رغم اینکه اینها تشابه لفظی دارن و هم شبیهن، الجن هو اسم جمع اسم جن اسم الف با الف لام میاد، الجن هو اسم الجمع لکائن غیر مرئی، برای یه وجود غیر مرئی، غیر قابل دیدن. یعتقد انه مخلوق من نار، اعتقاد کردند که انه مخلوق من النار، این یه من نار، اون یه مخلوقیه که از آتش آفریده شده. و یشمل جمیع افراد هذا نوع، و شامل تمامی جنها میشه که از اون آتش آفریده شدن. جان قد یشیر الی فرد من الجن، جان وقتی میگیم میگه یه فرد جنه، یک فرد بیریده. او قد یطلق علی نوع من الحیات، و یا جان به نوعی از زندگی گفته میشه. او قد یدل علی حالت الاختفاء و الستر، یا به حالت مخفی شدن و ستر قرار گرفتن، استتار شدن قرار. جنت
قد تعنی مکان الثوابی فی الاخره. جنت هم یک مکامیه که در آخرت، یعنی قابل دید نیست. دوباره او قد تدل علی الاحتجاب و الاختباء. حالا ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتش بکنه، در حوزه علمیه آشنا شدم باهاش، ملا نبود، بعدش هم رفت، اصلا کارش رو رها کرد رفت. ایشون یه روزی این جن رو میگفت آقا جن یعنی یه چیزی که پنهانه و ما نمیتونیم ببینیم. کلمه عربیش اینه. جنین یعنی یه چیزی در شکم مادره که پوشیده است، ما نمیتونیم ببینیم. جنت یعنی یه چیزی که ما نمیتونیم ببینیم. بهشت یعنی جنت یه چیزیه که ما نمیتونیم ببینیم. احتمالاً وجود داره، مثل همین جنین، مثل جن و مثل جنت احتمالاً وجود داره، ولی ما نمیتونیم ببینیم. خب این هم از این چیزی که اینجا میخواستم بگم. جن هم مگر جنه الله، یعنی خداوند اون رو احتمال میدم جنه الله، مگر این که خداوند اون رو پنهان بکنه، تعالی بیلدوره، اون رو خداوند پنهان بکنه و نشون بده. چون بیلدوره یعنی نشون بده، یا بیلدرمه که البته یعنی نشان دادن نیست، آگاهی دادنه bildirmek. یا خود جن görüp خبر vermiş. یا اینکه یا خود یعنی یا اینکه جنی ببیند چیزی رو و بیاد خبر بده. اول takdirce جن خبر وردی demekte زرل olmamak فهم olunur. اما وقتی بگیم که جنی دیده و اومده و گفته، این دیگه چیزه، میگه مشکلی نخواهد بود. بریم صفحه بعدی رو. من فکر کنم الان 1 ساعتی که این کتاب رو داریم میخونیم، 1 ساعت 7 دقیقه است. بریم صفحه صفحه دیگه، ترجمه نمی کنم دیگه از این به بعد. میریم صفحه 50 اینجا رو میخونیم که فقط 1 صفحه هم میخونیم. اوکی. اسکات حالا دیو buyurdu و جر میته تعظیم و رایحه کریه کی ازاله içindir. حالا اینجا رو برش بکنیم. اسکات صلوات ولی اگربم یا و وسی یا اگربم یا وسی مختارم اقربیم، این میشه اقربیم، ولی اقربیم یا وسی مختارم olan kimse bir halal kasbülü kimseden o 300 bir kimseden 300 akça 300 olmak lazım değil. Ziyade ve nuksan da olmak caizdir. İstigraz edeler kim? Edeler. Eğer yanımızda yoktur akça bulunmazsa bu kadar. Eğer yanımızda bu kadar akça bulunmazsa devir caiz ve fedye yerine kaim olması rica olunduğu sulsimal fidye salat müsait olmazsa در سلسی مساعده ایسا تماما. اینا دیگه دوستان خیلی تخصصیه دیگه. دوباره رفت روی اموال و نمیدونم یکی مرده و حالا بدهی داشته و به اندازه کافی پول نیست بدیم و از این حرفا که دارال 1/3 و اینها رو دیگه، این تخصصیه. مساعد olmazsa der میگه sülsü müsaide ise tamamen sülsi vesiyet lazımdır etmese asim olur. Asim günahkar. با سه نقطه به معنی اسم. اسم یعنی گناه، آسیم یعنی گناهکار. آسیم olur. کلمه عربیه. حالا
اینو چرا مثلا میتونست به جاش یک کلمه ترکی بیاره. و سایر faraizlerde dahi hükm böyledir. Xulasede bir kimse fut olan namazlarından it'am eyle ve it'am ile vesiyet eylese her salata için buğdaydan her salat için buğdaydan nisfi sağ it'am olunur. Nisfi sağ nemiyorum این sağ yani çi. Nisfi sağ it'am olunur. Asah olan budur dedi. خب بریم صفحه 75 PDF. خب اینجا هم یک صفحه رو بخونیم. اما افضل olan imamın tekbiriyle akabinde etmektir. Niyet kalbiyle kast etmektir ve delil ile demek lazım değildir. Belki delile demek müstehapdır. Muhtar olan budur. Muhtar olan yani اون نظری که من انتخاب کردم. muhtar olan budur. Bazılar delile demek bid'adır dedi. بعضی میگن دلیل رو بیارید بدعته. بدعه یعنی برای اولین باری، هر کاری که برای اولین بار انجام میشه میشه بدعه. از کلمه بدعه هم میتونه باشه، بدعه مصدرشه. بدعه دور دیدی یعنی مصنف، کسی که کتاب رو نوشته این داره حالا متوجه میشم، برای اولین بار برخوردم به یه جایی که متوجه میشم این داره برای این علائم خطی که میکشه، خط قرمزی که روی کلمات جمله ها میکشه، این از یک کتاب دیگه است. این بعد از اینکه این خط قرمز ها تموم میشه برای اون کتاب که داره کپی میکنه اینجا جمله های اون کتاب رو داره براش توضیح میده، شرح میده این کتاب رو. خب اینجوری بوده. پس تا اینجا متوجه این کتاب برای یک کتاب دیگر یه شرحیه. یعنی مصنف bu قولی رد جون درصد ضرری yoktur dedi. Niyet ile حالا اینجا نیت ile تا اینجا چیز بود. افتتاح tekbirün arasın kimseye şimdi yukarıda beyan olundu. Yukarıda beyan, şimdi indi. Şimdi yukarıda beyan olundu. Kıbleye yönelmektir. Yönelmek yani بچرخید، چرخیدن. قبله yönelmek بچرخیم، البته قبله این بره. قبله yönelmektir یعنی به این طرف که من الان چرخیدم این قبله هست. yönelmektir. آفاقی olanlar habetene teveccüh etmektir. آفاقی olanlar جتنه، حالا این جتنه چی هستش؟ جتنه چتنه توجه اتمکدر. حبتنه این کلمه رو نمیفهمم چیه. آفاق میدونیم که تمامی چیزها، اولنلر حبتنه توجه اتمکدر. اون حبتن چی هستش نمیدونم، یا جبتن چی هستش نمیدونم. توجه اتمک. اهل مکه اجماعاً عین کعبه استقبال اینم باشه، استقبال احتمالا هستش، استقبال جدا نوشته. عین کعبه استقبال شرطdır. یعنی حالا اینجا استقبال کلمه علمی هستش، بالا یبولو احتمالاً بول باشه، احتمالا بالا یبول بول از کلمه مصدر اجوف واوی باید باشه، احتمال میدم. استقبال این جدا نوشته ولی خب یعنی به اون طرف. استقبال رفتن یعنی به طرف یک کسی میرید، استقبال میکنید یعنی جلوش میرید. خب این هم میگه که اهل مکه اجماعاً همشون عین کعبه، عین کعبه یعنی کعبه هر طرفش کعبه هست، عین کعبه استقبال شرط داره. از هر طرف که
اینو نگاه بکنن کعبه اونجاست دیگه، شمالم نگاه بکنه، جنوبم، مشرقم، مغربم، هر طرف که نگاه بکنن مکه اونجاست. در که قبله مثلا تبریز و تهران و کرمان و خراسان و اینها فرق میکنه، چون که به یه طرف مکه میرسه. قبله حالا اهل مکه icmaen eyni Kabe istiqbal şartıdır. Teveccühden aciz olanların kıblese kadir olduğu semtidir. Kıblesi aciz olanların kıblesi kadir olduğu semtidir. حالا یکی مثلا مرحوم پدر من حالا مثلا اینجا کانادا اومده بود، مثلا قبله رو نشون میدادم، یه وقت نماز رو میخوند، حالا فراموش میکرد، دوباره مثلا یه جای دیگر رو میخوند دیگه. بعدش گفتم آقا هر طرف که میخونه نیتش اون مکه است دیگه. حالا اینم میگه، اینم همونو میگه عاجز اولانلرون قبلسی قادر olduğu semtidir. هر طرفی که اینجا رو بکنن قبله همونجاست. قبله مشتبه olup خبر verici bulunmakta تحری لازمدür. حالا مشتبه شد قبله کدومه؟ یکی اومد گفت قبله این طرفه، میگه که حالا وریجی بلندکته اگر چیز بشه تحری لازم دی، یعنی آزادی عمل لازمه اینجا من فکر میکنم. و بعد تحری، بعد از اینکه آزاد شد، یعنی اونجا رو قلدقی نمازی حتا ادی. این حتا ادی یعنی دوباره قضا ادی، احتمالاً به جای اون نماز رو قضا بکنه. ایسده حتا ادی ایسده، خطا ادی ایسده، اگه خطا نماز خونده ایسده döndürmek لازم gelmez، دیگه لازم نیست نمازشو از نو بخونه. خیلی این خطا هستش. حتا الان در بعضی جاهای ترکیه خ نمیگن، ه میگن. اینم همون کارو اینجا در اون سالی که این کتاب نوشته شده این کارو کرده. ایسده döndürmek لازم gelmez، تحریسیز شروع ادیسه ده فاسد olur. اما حالا اگه به اون طرف برنگشت آزادی نداشت دیگه باطل میشه نمازش. Namaz içinde isabet ettiğin bulursa da ama namazdan kurtuldukta sonra isabet ettiğin namazı sahih olur. حالا اگه در بین نماز بفهمی که قبلش درست نبوده باید درستش بکنه، در همون حال مهم نیست. اما بعد از نماز که بفهمی دیگه میگه نمازش صحیحه، مهم نیست. ettikten sonra isabet ettiği namazı sahih olur. Vaktinde kılmak sabah namazının vakti. حالا این دیگه رفت. بریم صفحه 100 PDF ببینیم که در اینجا چی هستش و بعد یک صفحه دیگه میخونیم و کتاب رو تموم میکنیم. اینجا صفحه 100 میگه که و بخلدن، بخل خصیصی، خصاصت، فکر میکنم این باشه، فکر میکنم. بذار ببینیم. پیغمبرimiz علیه السلام آنه آگاه اولون، آگاه من اینو میخونم. Peygamberimiz aleyhisselam agah olun her mevcud her cümerd olan cennettedir. Allah Teala'nın üzerine vacip menzilesindedir ve ben ona kefilin. این نوع ضمیر رو من اولین بار دارم میشنوم که تو این کتاب میخونم. میگه که پیغمبر یه حدیثی گفته که آگاه اولون، بدونید هر جمرد، هر انسانی که جمرد هست، جمرد یعنی بخشنده، از جوانمرد هم از این ساخته شده، جوانمرد هم از این ساخته شده، احتمال بسیار زیاد. میگه که هر جمرد اولان جنتدر، هر کسی که بخشنده هست جاش جنته، بهشته. جنت، بهشت که نه، جهنم، جنته. میگه چرا؟ الله پیغمبر داره میگه دور الله تعالی'nin üzerine واجب منزلسinde دور. این به اندازه یک واجبیه که بر روی خداست. خدا این رو برای خودش یه فرض میدونه، یه واجب میدونه که این آدم ببخشنده رو بده بذاره بهشت. دور و من، حالا پیغمبر میگه و من
آنه یعنی برای اینکه بخشنده ها میرن بهش، کفیلن، کفیلم نمیگه، کفیلن. اینجا خیلی این جالبه، این تو صفحه های قبلی هم که خوندیم با این ضمیر آشنا شدیم. و هر بخل اولان، هر خسیس، آدم خسیسی، جهنم ده دور. اینم یه حدیث فکر میکنم جعلی باشه، اینم میگه در جهنم، چون مالشو نمیخواد بده، خود چرا باید تو چیز باشه، جهنم باشه، زحمت کشیده آورده به دستش، چرا به جهنم باشه؟ حالا اون بخشنده که خب خیلی کار انسانی میکنه، اون جاش بهش باشه قطعا، برای اینکه بخشی از درآمد خودش رو به جای اینکه خودش مصرف بکنه یا بده به نزدیکانش، میده به کسایی که نیاز دارن. ولی این کسی که حالا زحمت کشیده که مالی رو در آورده و فکر میکنه که فردا پیر میشه و ممکنه که مالی نداشته باشه، این باید، چون حالا اینو بخشش نمیکنه، باید بگیم که این چیزه، یا تو خرجش خست به کار میره، بگیم که این جاش جهنمه. خودش الان تو جهنمه بنده خدا. Cehennemdedir Allah-u Teala'nın üzerine vacip menzilesindedir dedi. Hazreti Muhammed farmud dedi. Ashab dediler, yaranış, ashab yaran, yoldaşlar. Ashab Türkçesi yoldaşlar. Yoldaşlar dediler, cümerdün hol kimdir? Cümerd ve behul kimdir? Soruştular, cümerd ve behul kimdir? Peygamberimiz aleyhisselam cümerd malinden olan Allah Teala'nın hakkına cümerdlik edendir. یه چنین چیزی گفت. حضرت محمد گفتش که جمرد کسیه که مالندن از اموالش، مالندن اولان اون چیزایی که جزو مالشه، دست خودشه، الله تعالی'nin حقیه، در راه خدا به خاطر حقی که برای خدا داره cümerdlik edendir، بخشنده باشه. و بخول پیغمبر فرمود الله تعالی'nin حقini من edendir، اون حقی که از درآمدی که داره برای در راه خدا باید بده، میگه اون رو نمیده. و ربیسی üzerine بخل edendir و در راه خدا بخل میکنه، یعنی در راه خدا نمیبخشه. و ربیسی üzerine بخل edendir، حرامی olup اسراف yere infak eden cömert değildir. حرامی دزدی، حرامی olup، حرامی کسی که راهزنی میکرده، دزدی میکرده، حرامی olup اسراف yere، حالا حرامی که از مال خودش نمیبخشه که، میگه اسراف هم بکنه، تازه اسراف yere infak eden cömert değildir، اونم که دزدی بکنه، بخواد حالا بروزه با پاش بکنه و خیرات بده، این میگه cömert نیست، جوانمرد نیست. değildir دیگه buyurdu. حضرت محمد یه چنین فرمانی رو، حدیث رو فرمود. این حدیث جالبیه. کسی که مثلا میلیون ها دلار، میلیون ها تومن، 100 تومن از بیت المال بر میداره و این رو حالا میره باهاش مثلا قربانی میده، نمیدونم خیرات میده، برای یکی خونه میخره، از این حرفا، یکی رو عروس میده، برای یکی جهازیه میگیره، اینا دیگه میگه اینا جوانمردی نیست، این دزدیه. و حالا اینجا و غنیلری، حالا اینم جالبه، اینم بخونیم. و غنیلر، کاش اینا رو میخوندیم، این قسمت رو، این جوانمردی اینها رو بخونیم، برای اینکه اصول اخلاقی رو داره میگه. و غنیلری غناسیندن ötürü ölülmekten Peygamberimiz aleyhisselam bir kimse bir ganiye gınasından ötürü tevazu etse dininin 3 bulukinden ikisi gider diyordu. اگر یکی خیلی پول داره، به خاطر پولش میرن در مقابل این تواضع میکنید، از دینش اگر 3 بخش باشه 2 بخشش از بین میره، به خاطر اینکه رفتید پیش یه توانگری، یه پولداری که پول داشته، به خاطر اینکه اون پول داره و شما ازش حالا یه تملق بکنید، یه پولی در بیارید، میگه که ایمانتون اگر 3 بخش باشه 2 بخشش از بین میره، یعنی 66.6% دینتون از بین میره. حرف بسیار جالبی. این ممکنه از حضرت محمد باشه، ممکنه. و فقیرلری خلقدن، خلق
از کلمه خور اولماخته دا خور، حالا فارسی شده خار. خورلقدان، حالا نگاه کنید خار می نویسه ولی ببخشید خار می خونه ولی خور می نویسه. این نشون میده که این کلمه ترکیه. برای اینکه ببینید خوردا، خوردا olmak، خردا olmak از این کلمه اومده. خب خار از همینه، خار بودن از همین کلمه گرفته شده. خورلمقدن و فقیرleri خورلمقدن küçültmaktan. نگاه کنید خورلمقدن کی پیغمبرimiz علیه السلام فقرا جنت و اغنیا، جنت، این جنتی که اینجا به کار برده، حالا اونجا گفتیم به سپری که میگیرید دشمن، مثلا قدیما در جنگ یه سپر بود که اینجا تو دست، حالا یه جایی داشت که دست میکردن، این وقتی دشمن اینو میخواست با هر چیزی بزنه جلوشو میگرفته اینجا رو بهش نخوره، به عزیز با شمشیر میزد. مثلا به این سپر در عربی میگن جنه، یعنی سپر. یعنی چی؟ یعنی شما رو از دشمن محافظیم، دشمن شما رو نمیبینه. ایداد این چرا بسته شد؟ لایو ویدیو ایندد. خب بذارید اینجا من اینو مهندسی جهل صفحه 109 بذارم. خب این بحث جالبی هست، اما خود چیز بستیم رو احتمالا 1 ساعت و نیم تموم شده. بله 1 ساعت و 27 دقیقه است. به هر دلیل این بسته شد. من حالا یک صفحه دیگه هم میخونم، جالبه. و فقیرleri خورلقدن کی پیغمبرimiz علیه السلام فقرا جنت و اغنیادن بشیو زیل اول. خب این سیو شد. خب اینو دیگه بذاریم بریم، چون اونم تموم شد. فقط یک صفحه آخر رو هم بخونیم ببینیم که میتونیم یه چیزی از این کتاب. کربیجی altun و biri gümüştür. حالا کرپیچ که میدونیم دیگه، الان آجری که این میدن کرپیچ. حالا احتمالاً این کلمه کردی و اینها هم از این باشه. Çerbici altın ve biri gümüştür. Cağları ancak döndür, ancak dendür veya kuvvettendir. Cehenneme giren kafirler ve şeytanlar ve münafıklar anda galurlar. Galurlar ne ننوشته، نمیشه galurlar. Hiç جیغمزلر اینجا چیز شده دیگه، تقریبا این قسمت ها حذف شده، از بین رفته. من فقط حدسی میخونم، کلمات رو حروف رو در ذهنم به هم میبندم که یه چیزی بخونم. هیچ جیغمزلر اما مؤمنler و آسیler ایمان ile gedüp. حالا آسی و مؤمن چرا؟ مؤمنler و آسیler، حالا اینجا این کاغذ اصلا پاره شده. Asiler iman ile gödüp ve tövbe eylemek olursa، حالا etmeden هم میتونه باشه، tövbe etmeden ölürse Allah Teala'nın meşiyeti üzere dürürlerse günahı miktarı ya eskik cehennemde yandırırlarsa fazli ile ya enbiyaden ya sair ahibbaden birinin şefaatiyle sucuni af edip cennete koyar ve beşerün ihtimalen Besra'nın deve boyunu
و بشر ehtiyalen هست ve beşerin deve boynu gibi yılanlar ve semerlü getirler gibi hemen semerlü getirler gibi əqrəblər ile azab olur ve od ile ve isi su ile azab olurlar Kur'an-ı Aziminde ve in yestefisu yugasu bima in kelmuhli yeşvi الوجوه بئس الشراب دیدی. این آیه رو در حق این آیه‌ای که در جهنم هست میگه گفتش. دیدی یعنی ظالمler sonsuzlukların دفع için دیگه از اینجا میبینیم که کتاب بعدی چیز داره ولی از بین رفته. ببینیم روی این جلد چه چیزی هستش. اونجا متوجه شدیم که این کتاب، پس من تا اینجا، حالا این سفرم ببینیم اینجاها یه چیزایی نوشته، ببینیم که چه چیزی هست. میتونیم از اینجا یک اطلاع یوسف زیانون اول کتاب هم فکر می‌کنم یه چیزی خوندیم، حالا برمیگردم اول کتاب رو، جلد کتاب اسم این آدم رو نوشته بود که ابراهیم تجارزاده عسکری، تجارزاده ابراهیم، نه اون نیست، نویسنده کتاب احمد رضا بود. احمد رضا نویسنده کتاب بود. حالا اینجا یه اسم دیگری هم هست که یوسف زیا محمد شوقی دبل رضایی محله. حالا اینم دوباره یک آدرس هستش که اینا جالبه. اینجا هم یه شماره هایی هستش که نمیدونیم چی هست. خب این کتاب ما متوجه شدیم یه انسان شریفی این کتاب به اسم، یعنی مرحوم خدا رحمتش بکنه، احمد رضا نامی این کتاب رو نوشته. این کتاب متاسفانه آسیب دیده، تعداد زیادی از صفحات در اول و تعداد زیادی از صفحات در آخر کتاب از بین رفته. این کتاب در اصل شرحی است بر یک کتاب دیگر. برای اینکه اون کتاب اصلی رو این داره شرح میده، جدا بکنه متن اون کتاب رو از شرح خودش، زیر کلماتی که از اون کتاب نقل میکنه، بالای کلماتی که یا جملاتی که از اون کتاب نقل میکنه خط قرمز میکشه و روی بعضی از کلمات همون تأکید میکنه و این کلمات رو قرمز مینویسه تا در مورد اون توضیح بیشتری بده. کتاب بسیار جالبیه، بیشتر کلمات رو به ترکی ترجمه میکنه. به نظر من خوندن این به ما کمک میکنه که با تمدن مکتوب خودمون آشنا بشیم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم الله توفیق بده که با تمدن مکتوب و فکری خودمون تک تکمون آشنا بشیم. اگر دولت ها به ما اجازه نمیدن، دولت های ترک اجازه نمیدن، دولت های استعماری، دولت های که ما رو اشغال کردن، ذهن ما رو، عقل ما رو، سرزمین ما رو اشغال کردن اجازه نمیدن، خود ما اراده بکنیم که برگردیم و با اونها آشنا بشیم تا اعتماد به نفسمون به خودمون برگرده. با اعتماد به نفس هر تکمون که اعتماد به نفسمون رو در بیاریم، به دستمون بیاریم، تبدیل میشیم به یه ملتی که اعتماد به نفس ملی داره، تاریخی داره، ادبی داره، فکری داره. یعنی اعتماد به نفس فکری و ادبی داشتن به ما قدرت بی‌نظیری در جهان میده تا دوباره به یه قدرت تمدن ایجاد کننده تمدن معنوی تبدیل بشیم. روز